الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله به امید الله متعال دقایقی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهم بود و سوالات شرعی را که شما عزیزان مطرح بفرمایید پاسخی کوتاه انشاءالله ارائه خواهم کرد. صدا کم هست و فکر کنم یک کم تقویت میشه انشاءالله. یعنی آیا سنگ توالت روح یا پشت به قبله باشد اشکالی دارد؟ اصل بر این است که یعنی سنگ به اصطلاح دستشویی و به صورت کلی انسان وقتی که برای قضای حاجت می نشیند رو به قبله یا پشت به قبله ننشیند، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما رو به قبله یا پشت به قبله ننشینید، ولکن شرقوا او غربوا، که برای مردم مدینه گفتند که یا رو و پشتتان به طرف شرق باشه یا غرب باشه، به صورتی که به طرف قبله نباشید. اما در جاهایی که مثلا ایران و بقیه مناطق که مثلا قبله طرف غرب هست، باید به گونه‌ای باشد که به اصطلاح در هنگام قضای حاجت رو به طرف قبله نباشد. مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که در هر حالتی و در هر جایی این جایز نیست که رو به قبله یا پشت به قبله انسان در هنگام قضای حاجت بنشیند. اما مذهب امام شافعی رحمت الله علیه و برخی دیگر از علما این است که اگر در یک جای سرپوشیده‌ای هست، در دستشویی هست، یعنی در چهار دیواری هست، در این صورت اشکالی ندارد. در این صورت اشکالی ندارد که رو به طرف قبله یا پشت به طرف قبله باشد و استدلال میکنند از روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه. به صورت کلی تا جایی که ممکن هست انسان باید مراعات بکند، چه وقتی که در بیرون و صحرا هست چه وقتی که در به اصطلاح منزلی میسازد، سعی بکند که سنگ دستشویی رو به قبله نباشد، به گونه ای نباشد که وقتی که انسان قضای حاجت بکند رو به قبله باشد یا پشت به قبله. اما اگر خانه‌ای بود و قبلا ساخته بود امکان نداره، در این صورت همون مذهب امام شافعی رو اگر انسان مد نظر قرار بده از نظر شرعی گناهی رو مرتکب نشده. اگر نشانی روی صورت باشد آن را برداریم حرام است؟ نه، اگر که نشانی هست یا خالی بر روی پوست بدن باشه، صورت یا جای دیگر بدن باشه یا زایده پوستی کسی داشته باشد، از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و ممانعتی ندارد. شما می توانید که آن را بردارید. این جزء اصلاح عیب هست، برطرف کردن عیب هست و از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. در مورد نحوه و ترتیب غسل کردن بفرمایید. غسل ترتیب خاصی ندارد، یعنی ترتیبی که واجب باشد. غسل ترتیب واجبی ندارد. به هر کیفیتی که شما غسل کردید، یعنی به هر کیفیتی که بدنتان را آب کشیدید به نیت طهارت، غسل شما صحیح است. برخلاف وضو که در وضو ترتیب جز ارکان است، فرض هست از دیدگاه جمهور علما. اما در باره غسل چنین چیزی، چنین فرضی و رکنی یا حتی واجبی نداریم. بله، عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم مراعات می‌کردند. یعنی سنت این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که وضو می‌گرفتند ابتدا سر خودشان را آب می‌کشیدند، بعد قسمت سمت راست بدن و بعد از آن قسمت سمت چپ بدن و در آخر وقتی که از حمام و مثلا جایی که غسل می‌کردند بیرون می‌آمدند پاهای خودشان را آب می‌کشیدند. این ترتیبی هست که این سنت هست، واجب نیست. مثل وضو نیست که ترتیب در شستن اعضای وضو جز ارکان جز فرایض وضو هست. اما در غسل این گونه نیست. همین که شما با نیت طهارت بروید زیر دوش و بدنتان را آب بکشید و قبل از آن وضو بگیرید یا مزمزه و استنشاق بکنید، غسل شما صحیح و کامل هست.
ناخن بلند باشد گناه است؟ نه، گناه نیست که کسی ناخنش بلند باشد بگیم که گناهکار شده، گناهی برگردنش هست. نه، گناه نیست، اما خلاف ادب و خلاف سنت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن ناخن را جز سنت ها و جز خصال فطری و طبیعی بشر برشمردند. و اگر کسی بالفرض الان به هر دلیلی ناخن نگه داشت، نمازش صحیح است، وضویش صحیح است، گناهی رو مرتکب نشده، فقط خلاف سنت و خلاف رهنمود رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرده. در وضو، غسل و نمازش اشکالی به وجود نمیاد. نظر شما راجع به کسی که 8 سال بره جماعت و زن و بچهش رو نبینه چه هست؟ از نظر شرعی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اهل شما بر شما حق دارد. اهل شما بر شما حق دارد. در داستان معروف و روایت عبدالله ابن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنهما که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نفس تو، خودت بر خودت حق داری، خانواده‌ات، همسرت بر تو حق دارد. و این حق همسر هست که از شوهرش، به اصطلاح از زن از شوهرش مطالبه بکند حقوقش را. یک سری حقوق مادی هستند، مانند مهریه، مانند نفقه و خرج و مسکن، اینها حقوق مادی هستند. یک سری حقوق هم حقوق معنوی هستند، مانند احترام متقابل، مانند اکرام کردنش، مانند این. و یک سری حقوقی این هست که برآورده کردن نیاز فطریش، همان گونه که یکی از حقوق مرد هست برآورده شدن نیاز فطری و جنسیش، حق زن هم هست که حتما باید شوهر این حق را ادا بکنه در حدی که به اصطلاح متعارف باشد و در توانش باشد. و در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، وقتی که به اصطلاح سربازان و مجاهدان می رفتند برای جهاد، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اینو بخشنامه کردند که هیچ کسی حق ندارد که بیشتر از 4 ماه در جبهه و در جهاد باشد، برگردد به مدینه، به شهر خودش، پیش اهل و خانواده خودش، بعد از آن دوباره برود. اما این که یکی برود برای سالهای سال، 8 سال، حرف کمی نیست، یک زندگی هست، این از نظر شرعی جایز نیست. رفتن به جماعت تبلیغ فرض عین نیست که شما به خاطر آن فرض عینی را ترک بکنید. رسیدگی به زن و فرزند، همراه زن و فرزند بودن، خرج و مخارجش را ادا کردن، حقوق جنسی و عاطفی زن را برآورده کردن، این فرض عین هست بر شوهر. حتما این کار رو باید انجام بدهد و اگر انجام نداد الله متعال او را مؤاخذه خواهد کرد. اما این که اگر به جماعت نرفته باشد یا سال نزده باشد، اونم 8 سال، به هیچ عنوان الله متعال انسان رو مؤاخذه نمی کند. شما در منطقه خودتان، در شهر خودتان می توانید که تبلیغ دین رو انجام بدهید. لازم نیست که 8 سال بروید زن و بچه رو مهمل بگذارید، تربیت فرزندانتان رو ترک بکنید و خرج و مخارج فرزندانتان رو ترک بکنید، نیازهای روحی و عاطفی و جنسی و به اصطلاح مالی خانوادهتون رو اصلا فراموش بکنید. این خلاف دستورات شریعت اسلامی است. می توانیم درباره ازدواج هم سوال بکنیم؟ بله، در هر موردی که مشکلی دارید می خواهید در خدمت شما هستم. ازدواج با کسی که در مجازی همراهش آشنا شده باشی و رابطه داشته باشی از نظر شما مشکلی ندارد؟ بحث روی این هست که شما یک کسی رو پسندیدید، دو طرف همدیگر رو دیدند، پسندیدند، شرایط همدیگر رو به اصطلاح میدانند کاملا و در مورد همدیگه تحقیق کردند، یکدیگر رو پسندیدند. از نظر شرعی اشکالی نداره از هر طریقی که به اصطلاح با هم آشنا شده باشند، به همدیگه وصل شده باشند، حالا کسی معرفی کرده، خود طرف مثلا دو طرف همدیگر رو پیدا کرده باشند، اتفاقی همدیگر رو دیده باشند، اینش مطرح نیست. منتها انسان باید سعی بکنه که بدون آشنایی و بدون این که رفت و آمدی باشه، صرفاً به وعده هایی
که در پشت تلفن به شما میدن، یا مثلا اون اظهار عشق و علاقه‌ای که صرفا از راه دور و از روی در فضای مجازی هست، معیار و ملاکتان این نباشد. تا زمانی که یک فردی را، خانوادهش را دقیقا کاملا نمیشناسید و به این نتیجه نرسیدید که برای شما همسر مناسبی هست، به هیچ عنوان بر روی احساسات و عواطف یا اون به اصطلاح برآورد اولی که از یک پیامکی که به شما برداشت کردید، به هیچ عنوان اینو معیار برای انتخاب همسر قرار ندهید. آیا بعد از عرق خوردن باید غسل بکنیم؟ عرق و شراب خوردن از دیدگاه شرعی حرام هست و گناه کبیره هست. الله متعال در قرآن کریم رو صراحتا فرمودند که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمودند که ای کسانی که ایمان آوردید، همانا شراب و قمار، که البته تلفظ صحیحش قمار هست، شراب و قمار و انصاب و ازلام و تیره هایی که در زمان جاهلیت بوده به عنوان قرعه‌کشی و تعیین تکلیف از آنها استفاده می کردند، الله متعال همه اینها را در کنار هم قرار داده و میفرماد که رجس من عمل شیطان، اینا پلیدی هستند، از اعمال شیطانی هستند، فاجتنبوه، از آن پرهیز بکنید. این نهی آمده وقتی که در شریعت اسلامی با یک چیزی به اصطلاح دستور داده شده باشد که از آن پرهیز بکنی، این دستور پرهیز کردن معنیش حرام بودن هست. الفاظی که در شریعت اسلامی مثلا برای حرام بودن یک چیزی بیان شده متفاوت هست. بعضی آمده مثلا در بعضی جاها لفظ حرام آمده، در بعضی از جاها آمده فاجتنبوه، از آن پرهیز بکنید، یا فانتهوا آمده، باز بیایید. تمام اینها دلالت بر حرمت دارند. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کل مسکر حرام، هر چیزی که انسان را نشه بکند و از حالت عادی خارج بکند حرام است. خمر شمرده می شود و خمر هم در واقع حرام است. پس بنابراین شراب و عرق خوردن از دیدگاه شریعت اسلامی حرام هست و جز گناهان کبیره هست. اما اگر کسی شراب خورد نجس نیست. اگر کسی شراب خورد نجس نیست. مردم تصور میکنند اگر کسی شراب خورد، بحث حرام بودنش یه بحث کاملا جداگانه است، حرام هست و گناه کبیره. اما اگر کسی شراب خورد، این انسان نجس نیست که بعضی فکر میکنند تا 40 روز نجس هست و باید غسل بکنه. نه، کسی که شراب خورده نه بر اون غسل واجب هست و حتی وضو هم واجب نیست. نه غسل واجب هست و نه وضو. بدن انسان نجس نمی شود. حالا بعضی از فقها گفتن اگر کسی شراب خورده باشد باید دهنش را آب بکشد. خب دهن، حتی آب کشیدن دهن هم لازمی نیست. به هر صورت شراب خورده باشد با آب دهن دوباره به اصطلاح اون آثار شراب از بین می رود. نه غسل واجب هست و نه وضو واجب هست. بر شما واجب هست که توبه بکنید، شرابخواری رو باید ترک بکنید، پشیمان باشید از گذشته، دوباره تکرار نکنید و نماز خودتان را حتما باید بخوانید. این که شراب خوردید دلیل بر این نمی شود که نماز را ترک بکنید. بدنتان نجس نیست، نماز هم از گردن شما ساقط نیست، نمازتان را باید بخونید. همون لحظه که شراب خوردید بعدش 1 ساعت بعد وقت نماز بود، نشه نبودید، در حالت عادی بودید، باید نماز خودتان را حتما بخوانید. سنگینی چجوری برطرف میشه؟ الان گاهی وقتی امکان دارد که انسان دچار یک سری سنگینی باشه، یعنی روح و روانش میبینیم که سنگینی بر انسان میفته، راحت نیست، احساس میکنه که به اصطلاح نمیتونه، که انگار که غمی بر گردنش افتاده و این میتونه که یکی از آثار گناه باشه. یکی از آثار گناه این است که اون شادابی و تراوت روحی و روانی رو که انسان داشته باشه، اینو در واقع شاید انسان در واقع علتش شاید این باشه. البته علتهای دیگری هم امکان داره باشه که مثلا مدت طولانی مثلا گذشته شما ذکر نکردید، نماز نخوندید، تلاوت قرآن را ترک کرده باشید، یا یک کاری رو انجام داده باشید که از نظر روحی و روانی معذب هستید، وجدانتون به اصطلاح شما رو ملامت میکنه. تمام اینها میتونه اسباب این باشه که به اصطلاح انسان احساس سنگینی بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انه لا یغان علی قلبی، گاهی وقتی قلب من هم میگیرد. و بعد از این فرمودند که وقتی که قلب من میگیرد من استغفار میکنم.
من استغفار میکنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند یکی از راههای این که انسان روح و روانش شاداب بشود و سرحال بشود همین استغفار کردن هست، یعنی طلب مغفرت از الله متعال و تکرار کردن این جمله که استغفر الله استغفر الله یا استغفر الله و اتوب الیه. اسب سواری دختران حلال هست؟ ممنوعیتی وارد نشده در این زمینه که اسب سواری دختران با به اصطلاح مراعات کردن موازین شرعی که در این هست، به اصطلاح حجاب کامل باشه، در جایی نباشه که اختلاطی در میان زن و مرد نباشه و به گونه ای که به اصطلاح در معرض دید مردان هوس که اهل هوس هستن نباشه، در اصلش این به اصطلاح ممنوعیتی در این زمینه وارد نشده و روایاتی هم که در این زمینه هست که الله متعال به اصطلاح زنانی رو که بر روی سروج یعنی بر روی زین می نشینند آنها را نفرین کرده. این نفرین به اصطلاح صحیح نیست، بلکه اصل بر این است که جایز هست و اشکالی ندارد. اگر زنی باد رحم داشته باشد وضویش باطل است؟ در مورد باد شکم به اتفاق تمام علما وضو باطل هست، تفاوتی نداره که از مرد باشد یا از زن باشد. اما در مورد بادی که از رحم در واقع خارج می شود، برخی از علما مانند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک هم نظرشون بر این است که این شکننده وضو نیست. از دیدگاه فقه حنفی و فقه مالکی بادی که از واژن خارج می شود، از رحم خارج می شود، از نظر فقه حنفی و مالکی این جزء شکننده های وضو در واقع شمرده نمی شود، زیرا که اساساً رحم مانند معده نیست که گاز تولید بکند. رحم اساساً در واقع گاز تولید نمی کند و در حالت عادی مثلا هوایی از واژن خارج نمی شود و چه بسا که احتمال داره بر اثر به طور مثال زایمان و موارد دیگر بادی خارج بشود که این بر اثر یک سری اختلاج و جابجایی عضلات و یک کار مثلا غیر معتاد هست و همیشگی در واقع نیست. و نقطه دیگر که این باد رحم یا واژن از محل نجاست خارج نمی شود. به این خاطر فقه حنفی نظرشون بر این است که بادی که از واژن خارج می شود شکننده وضو نیست. منتها در فقه امام شافعی رحمت الله علیه و همچنین نظر مذهب حنبلی این است که تفاوتی ندارد که باد از شکم خارج بشود یا از راه جلو خارج بشود، هر دو را جزء شکننده های وضو در واقع می دانند و از کلیاتی که در این زمینه آمده، به طور مثال روایتی که در صحیح مسلم هست و در سنن هم آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا وضوء الا من صوت او ریح، وضوئی نیست مگر در صورتی که صدایی شنیده بشود یا بوی احساس بشود. یعنی وقتی که از شکم بادی خارج بشود در صورتی شکننده هست که مثلا مطمئن باشید که بادی خارج شده و باد از دو حالت خالی نیست، یا صدا دارد یا این که مثلا بویی را انسان احساس می کند. از این کلیات امام شافعی رحمت الله علیه و فقهای حنبلی به اصطلاح استنباط کردند که تفاوتی نداره، در هر صورت جزء شکننده های وضو هست، چه از باد معده باشد یا باد واژن. و شاید که این احتیاط به اصطلاح این باشد که وضو بگیرید. اما نظر شخصی من این است که در این زمینه بنابر آنچه که در فقه حنفی آمده و مطالبی که خدمت شما عرض کردم جزء شکننده های وضو شمرده نمی شود. اما اگر کسی احتیاطاً وضو بگیرد این اولاتر و بهتر است که یک مقدار به اصطلاح از نظر به اصطلاح خاطرش در این زمینه جمع‌تر هست. اما اگر وضو نگرفت بنابر آنچه در فقه حنفی آمده انشاءالله که اشکالی هم ندارد و نمازش درسته. آیا گرفتن دعای حلقه سبحانی برای بچه که شیخم مبلغ 5 یا 6 میلیون درخواست کرده جایز هست پرداخت کنم؟
من دقیقا نمیدانم که منظور شما از دعای حلقه صبحانی چی هست. ما چنین چیزی رو نداریم. همچنین دعایی رو که برای بچه‌ای که به دنیا آمده باشد یا اینکه بچه‌ای که کودکی به هر صورت چنین دعایی خوانده بشود، همچنین دعایی رو بنده سراغ ندارم. و اگر واقعا هم یک فردی هست مثلا دعای خاصی میخونه، مثلا به عنوان ولادت بچه، مراسم خاصی هست، قطعا این در شریعت وارد نشده. یک سری و یک نوع سوء استفاده از احکام شرعی هست. برای بچه‌ای که تازه متولد شده حکمش این است که بعد از روز هفتم عقیقه بکنند. پدر و مادر اگر توانایی دارند عقیقه ذبح بکنند، یعنی قربانی ذبح بکنند. اگر پسر باشه بهتر است که 2 گوسفند ذبح بکنند، دختر باشه یکی ذبح بکنند. اگر پسر هم به یکی ذبح کردن از نظر شرعی اشکالی نداره و این کار به اصطلاح سنت هست و این کار حکمش این است که سنت هست، واجب یا فرض در واقع نیست. اگر کسی توانایی نداشت هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد. آیا بدون روسری به توالت رفتن گناه است؟ من نمیدونم، بعضی از مردم چه توهماتی دارند و چه شایعات و خرافاتی در جامعه در واقع پخش می شود. نه، در هیچ حدیث صحیحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده که شما در هنگامی که به دستشویی می روید یا برای قضای حاجت می روید سرتان را بپوشانید، نه برای مردان و نه برای زنان. یکی دو تا روایتی هم که در این زمینه آمدند روایات ضعیفی هستند به اندازه‌ای که برخی از راویانشون دروغگو هستند و راویی که یکی از راویانش دروغگو باشد، متهم به دروغگویی باشد، چنین روایتی در آخرین درجات ضعف هست و حتی در فضائل اعمال نمیتوانیم که از چنین روایتی ما در واقع استفاده بکنیم و چنین این روایات عرض کردم که ضعیف هستند. روایات ضعیف، اونم روایاتی که ضعفشون خیلی شدید هست، اینها به هیچ عنوان نمیتوانند که مستند حکم شرعی باشند یا این مستندی باشند برای اثبات ثواب یا برای مثلا مستحب بودن یا برای اثبات گناه بودن یک کاری. به هیچ عنوان این نوع احادیث نمیتوانند مستند باشند. و در مورد پوشیدن سر نه برای مرد و نه برای زن از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد چیزی وارد نشده و اصل بر این است که جایز هست. البته از آثار صحابه در این زمینه مطالبی نقل شده. به طور مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از ایشون نقل شده که ایشان میگوید وقتی که من برای قضای حاجت میروم به خاطر حیای از پروردگار خودم سرم را میپوشانم. اما این که از پیامبر مثلا نقل شده باشه که شما این کار رو انجام بدهید، اگر کسی این کار رو انجام نداد خانومی در منزل خودش سر برهنه رفت دستشویی گناهکاره، نه، به هیچ عنوان. این یک سری خرافاتی هست که اصلی در شریعت اسلامی ندارند و دلیلی در شریعت اسلامی ندارند و متاسفانه در مورد خانم ها در این زمینه خرافات و به اصطلاح توهمات و باورهای غلط بسیاری در جامعه وجود داره که زن نباید با سر برهنه نمیدونم به دستشویی برود، با سر برهنه آشپزی کردن جایز نیست، با سر برهنه نباید سر سفره بنشینند، حتما در هنگام تلاوت و ذکر حتما باید سر را بپوشانند، واجب هست. یا این که در دستشویی حتما باید سر را بپوشانند، نمیدونم ایستاده نباید سر را شانه بزنند. یک سری از این مواردی که هیچ گونه اصلی در شریعت اسلامی نداره و چیزی را که شریعت اسلامی حکمی را که صادر نکرده شما نباید که بر خودتان سخت بگیرید. هر حکمی که ثابت بود از قرآن و سنت ما بر آن عمل میکنیم و یک کاری که دلیلی در قرآن و سنت برای گناه بودنش نیست نباید مردم را مجبور بکنیم و مردم را بترسانیم که فلان چیز گناه هست و نباید انجام بدهید. اگر جنسی از کسی بخری ولی بدانی که اون جنس را دزدیده حکمش چیه؟ چون من پولش را دادم. از کسی که جنسی را شما مثلا میخرید و مطمئن هستید که مال دزدی هست، سرقت کرده، برای شما جایز نیست که آن را بخرید. اگر یک جنسی را شما میدانید که مالکش، اون کسی که اون جنس را به شما میفروشد مالکش نیست،
مال خودش نیست و شما اون رو بخرید، شما در واقع از نظر شرعی کارتون اشتباه هست و صاحب مال اگر مثلا مال خودش را، الان فرض کنیم که جنسی هست، کالایی هست، وسیله منزل هست، ماشین، هر چیزی که باشه، موتوری هست، وقتی که شما اون رو خریدید اگر صاحب اصلی این مال پیدا شد، حق دارد از نظر شرعی و قانونی که این مال رو از شما بگیرد و شما بدونید با اون دزدی که مثلا مال رو از اون خریدید. و به هیچ عنوان جایز نیست برای یک انسانی که مال کسی دیگر را بدون اجازه بردارد بفروشد، یا اینکه کسی بدون اجازه مال کسی دیگر را بخرد، و یا اینکه بدون اجازه از مال کسی دیگر استفاده بکند. به هیچ عنوان این جایز نیست و جایز نیست که شما اگر میدانید که این مال دزدی هست، جایز نیست که اون را بخرید، بلکه باید اون را به صاحبش بر بگردانید. اگر شما خریدید باز هم شما ضامن هستید، ولی اینکه پولش را دادید، صاحب مال میتواند اون را از دست شما بیرون بیاورد به هر طریقی که میتواند که این جنس را از شما پس بگیرد و شما باید اون پولی را که پرداخت کردی از خود اون به اصطلاح کسی که سارق هست از اون باید برید پس بگیرید. در چه موقع سال بچه ساختن بهتر است؟ حدیثی وارد شده یا نه؟ والا وقتی که مالات آماده باشد بسازید. وقتی از نظر شرعی در این زمینه تعیین نشده و ممنوعیتی هم در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد نشده، یعنی این که در هر زمانی، در هر شبی، در هر روزی، در هر ماهی، در اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، در شب، در روز، هر وقتی که زن و شوهر خواسته باشند با هم دیگر رابطه برقرار بکنند، از نظر شرعی هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وارد نشده و فضیلتی هم برای یک وقت خاص وارد نشده. فضیلتی هم برای یک وقت خاص که زن و شوهر اگر هم بستری بکنن نمیدونن فلان فضیلت و فلان ثواب را دارد، در این زمینه هیچ چیزی وارد نشده. هر کسی در این زمینه روایتی نقل کرد، مطمئن باشید که این روایت دروغ و جعلی هست، جز یک موردی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن در واقع نقل شده و اون هم روایت معروفی هست که برای ثواب به اصطلاح روز جمعه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی فرمودند که من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه، یا در روایت دیگر اومده من اغتسل و غسل، که هر کسی که در روز جمعه غسل جنابت بکند و زود به مسجد برود فکأنما قرب بدنة، مانند این است که به اصطلاح شتوری را صدقه داده باشد. کسی که زود به مسجد می رود و یک مراحلی را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای رفتن به مسجد، این ثواب رفتن به مسجد هست که روز جمعه زود به مسجد بروید، نه ثواب به اصطلاح جماع و همبستری کردن در روز جمعه هست. و از این روایت برخی از علما استنباط کردند و استدلال کردند که به اصطلاح همبستری کردن در روز جمعه مستحب هست، زیرا که در این روایت اومده که هر کسی روز جمعه غسل جنابت انجام بدهد و به مسجد در واقع برود. این یک مورد را داریم به عنوان مستحب. اما این که متاسفانه در این زمینه یک روایت طولانی رو جعل کردند از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت رو از ابو سعید خدری نقل کردند. البته این روایات در کتب شیعه هست، من در کتاب‌های اهل سنت این روایت رو ندیدم. روایت طولانی هست، جعل کردن چندین صفحه هست و نشانه‌های جعلش در خود روایت هست، قطع نظر از این که از نظر سندی ثابت نیست، حتی از خود روایتی که به صراحت الفاظش بسیار رکیک هست. خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگوید که من به خاطر این که دختر پیامبر همسر من بوده، من نمیتوانستم هر سوالی رو از پیامبر بپرسم. در مورد حکم مزی این رو میفرماید که مقداد و دستور داد که حکم این مسئله رو از پیامبر بپرسد. چگونه پیامبر میاد و به حضرت علی رضی الله تعالی عنه با این که همسرش مثلا دختر رسول الله هست میگه با همسرت چنین و چنان بکن و نمیدونه فلان وقت جماع بکن، فلان وقت همبستری نکن، چنین و چنان میشود،
یک الفاظ رکیکی که نمیدونم ای علی نمیدونم ایستاده با همسرت نزدیکی نکن که این کار به اصطلاح الاغ هست. خب هر کسی هر عاقلی این رو بفهمه میدونه که این دروغه که به علی بستند و به پیامبر بستند. یا مثلا کدوم عقل باور میکنه که الان الاغ رو هم مجبور بکنند که خوابیده مثلا جفت بشه با مادیان؟ یا در همین روایت مثلا اومده که پیامبر به علی میگه که وقتی که همسرت حامله بود با اون نمیدونم همبستری نکن که در اون صورت اگر فرزندی منعقد بشود و نمیدونم چنونی چنان میشود. خب این خانم خودش قبلا باردار هست، چگونه فرزندی منعقد می شود و فرزندی به دنیا می آمد که چنین و چنان در واقع عیبی داشته باشه؟ مثلا در این روایت اومده که در اول ماه و در وسط ماه و در آخر ماه این همبستری نکن، اگر همبستری کردی بچه به دنیا آمد نمیدونم دیوانه میشه و بیماری جزام در واقع میگیره. نمیدونم بعد از ظهر با همسرت همبستری نکن که چشمش کور میشه یا به قول معروف احول میشه، چشمش کج میشه. نمیدونم در شب عید قربان هم بستری نکن که بچه‌ت لال میشه. یا برعکسش مثلا گفتند که در این روایت اومده اگر شب دوشنبه بستری کردی هم بستری کردی بچه‌ت حافظ قرآن میشه، شب سه شنبه شهید میشه، پنجشنبه نمیدونم حاکم یا عالم میشه، شب جمعه نمیدونم که خطیب و نمیدونم سخنور میشه و یک چرندیاتی از این موارد که در این روایت اومده که عرض کردم این روایت یک روایت جعلی و دروغین هست که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدند و یک نوع بی‌حرمتی به رسول الله و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. همون گونه که عرض کردم در هر زمان و در هر وقتی که زن و شوهر خواسته باشند میتونن با همدیگر همبستری بکنن و فقط در این زمینه روایتی اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که زن و شوهر با همدیگر همبستری بکنند و اگر این دعا را بخوانند که بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اگر فرزندی به اسلام منعقد بشود شیطان به او اذیت و آزاری نمیرساند. اما این روایت طولانی و جعلی به هیچ عنوان نباید ملاک قرار بگیره. متاسفانه مردم برای این که عموما مردم برای چیزهای عجیب و غریب خیلی علاقه نشان میدن، خیلی زود این ترند می شود و مردم به اصطلاح اون رو به اصطلاح پخش میکنند. بسیاری از مردم هم قطع نظر از صحت و سقم و قبل از قطع نظر از این که مثلا این روایت هست یا نیست، اصلا جعلی هست یا جعلی نیست، این رو متاسفانه در میان مردم رواج میدند. من میخوام زن ششم را بگیرم. از نظر اسلام موردی که نداره. الان زن اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم را گرفتی که الان میخوای زن ششم را بگیرید. همون زن پنجمی رو که گرفتی اسلام گفته که بگیر. همون زن دوم و سوم و چهارم رو هم که اسلام به اصطلاح اجازه داده با شرایط خاصی اجازه داده، در نه این که یک انسانی صرفاً یعنی دنبال هوس باشه و حقوق شرعی رو مراعات نکنه. شریعت اسلامی چون این چیزی رو توجیه نمیکنه. بر اساس نیاز اگر کسی نیازی داشت با شرط این که عدالت را کاملا در میان همسرانش رعایت کرد از نظر شرعی جایز هست. اما زن پنجم و ششم به هیچ عنوان در هیچ فقهی از فقهای اهل سنت و الجماعت در دین اسلام چنین چیزی جایز نیست. اگر تهجد میخوانیم حتما وتر را بعد از تهجد باید خوانده بشود. سنت این است که وتر را بعد از تهجد بخوانید. اگر که بیدار میشوید، اگر که میدانید که بیدار میشوید در آخر شب و نماز شب میخوانی و بعد از آن در واقع میتونی نماز وتر را بخوانی، این اولاتر و بهتر هست. اولاتر و بهتر این است که اگر بیدار میشوید در آخر شب و نماز تهجد میخوانید، نماز وتر را بگذارید برای آخر. رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو توصیه کردند که و فرمودند که الوتر رکعت من آخر اللیل، که نماز وتر رو آخر شب شما بخوانید. اما اگر به گونه‌ای هست که اگر شما به اصطلاح میدانید که الان خواب میافتید و نمیتوانید که آخر شب بیدار بشوید، اول شب نماز وترتان را بخوانید، یعنی قبل از خواب نماز وتر را بخوانید. و اگر به فرض بیدار شدید و بعد از آن خواستید دوباره نماز به اصطلاح تهجد بخوانید، نماز تهجدتان را بخوانید، اما وتر رو دوباره تکرار نکنید.
دوباره در یک شب دو تا وتری وجود نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا وتران فی لیله، در یک شب دو تا وتر دیگه نداریم. اگر اول شب خوندید خوبه، دوباره تکرار نکنید. اگر می توانید که بیدار میشوید در آخر شب نماز تهجد میخوانید، این نماز وتر رو تأخیر بکنید در آخر شب بخوانید، این اولاتر و بهتر هست. آیا اگر کسی روی سنگ قبر بنشیند بختش بسته می شود؟ نه، روی قبر نشستن چه ارتباطی با بستن بخت دارد؟ نه، هیچ گونه بخت چنین چیزی ثابت نیست. چنین چیزی ثابت نیست. منتها خود نشستن بر روی قبر از نظر شرعی جایز نیست. متاسفانه دیده می شود خصوصا در مناطق اهل تشیع این بسیار هست. نمیدونم که چگونه علمایشون این به اصطلاح احکام رو برایشون بیان نکردند و بی حرمتی می شود به اهل به اصطلاح قبر و به انسانی که دفن شده. بر روی قبر راه می روند، می نشینند، حرف می زنند، مجلس می گیرند، می خورند، می آشامند و این از نظر شرعی جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم بنابر روایتی که در صحیح مسلم آمده فرمودند که لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیها، شما نباید بر روی قبر بنشینید و به طرف قبر هم نماز نخونید. اگر جلویتان قبری هست اونجا اجازه ندارید که نماز بخوانید. و حتی در روایت دیگر در صحیح مسلم خیلی به اصطلاح تعبیر بسیار یعنی قابل توجهی رو داره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لئن یجلس احدکم علی جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خیر له من ان یجلس علی قبر. اگر یک کسی از شما روی اخگر، روی آتش بنشیند، لباسش بسوزد و این اخگر به بدن و پوستش برسد و به اصطلاح او را بسوزاند، بهتر از این است که روی قبری بنشیند. تا این اندازه رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این قضیه تاکید کردند و این یک نوع بی‌حرمتی به صاحب قبر هست. ما اجازه نداریم که بر روی قبر بنشینیم. اما این که اگر کسی روی قبر بنشیند نمیدونم بختش بسته می شود، چون این چیزی به اصطلاح یک نوع توهم هست و خرافات واقعیت ندارد. آیا آینه کاری لباس بلوچی زنانه و پوشیدن آن حرام هست؟ نه، به نظر من این حرمتی نداره. مثلا لباسی که لباس آرایش باشه آینه کاری بکنند و به اصطلاح الان سوزندوزی باشه یا آینه کاری باشه، از نظر شرعی حرمتی در این زمینه ثابت نشده. جایز هست، به عنوان یک امر جایز هست، اما تا جایی که ممکن باشه انسان سعی بکنه که لباسی رو که ساده تر هست و به اصطلاح راحت تر هست این لباس رو در واقع بپوشه. ولو اینکه لباس زینتی باشه. لباس زینت هم معمولا برای داخل خانه هست و زنان بلوچ هم معمولا وقتی که بیرون خانه می روند بر روی لباس سوزندوزی به طور مثال یک چادر سیاه یا نمیدونم عبایی چیزی می پوشند و از نظر شرعی ممانعتی وجود نداره. اما در صورتی که لباسی برای مثلا تبرج باشه، برای خود آرایی در جلوی نامحرم باشه، برای خودنمایی باشه، که اون بحثش کاملا یک بحث جداگانه هست. و این که صرفا کسی لباسی بپوشد که سوزندوزی شده یا نمیدونم آینه کاری شده، آینه دوزی شده، این در اصل ممنوعیتی در شریعت اسلامی در صورتی که منجر به یک کار حرام دیگری نشود که مواردی رو عرض کردم، از نظر شرعی از نظر من اشکالی ندارد. آیا طلاق غیابی جایز است یا خیر؟ اگر منظورتان این باشد که طلاق خیابی یعنی این که شوهر همسرش را از راه دور طلاق بدهد، در یک شهر دیگری هست مثلا از راه دور طلاق بدهد، بله، به اتفاق علما طلاق واقع می شود. طلاق خیابی در صورتی که شوهر از راه دور طلاق بدهد طلاق واقع می شود. همین که طلاق را تلفظ بکند و بگوید که زنم را طلاق دادم طلاق واقع می شود. و صورت دیگرش این که شوهری رفته و به اصطلاح بر نمیگردد به زندگی و زن را بلا تکلیف رها کرده
زن را بلا تکلیف رها کرده و حاضر هم نیست که طلاقش بدهد و زن مراجعه می کند به دادگاه شرعی و اسلامی و مدارک خودش را ارائه می کند و از دادگاه طلاق می گیرد. در این صورت هم طلاق واقع می شود. در صورتی که طلاق موجه باشد، عذر زن موجه باشد و شوهر از حقوق زناشویی، از حقوق به اصطلاح همسری به اصطلاح به صورت کلی امتناع بکند و در این صورت زن تقاضای طلاق بکند و دادگاه طلاق بدهد، طلاقش در این صورت معتبر است. آیا ازدواج با خواهر مادر ناتنی جایز است؟ بله، از نظر شرعی اشکالی نداره. خواهر مادر ناتنی شما محرم شما نیست. خواهر مادر ناتنی شما از نظر شرعی برای شما محرم شمرده نمیشه. اصلا به بیانی ساده تر و واضح تر، یک پدر و پسر می توانند که با هم باجناق بشوند. یک پدر و پسر می توانند که برند در یک خانواده خواستگاری بکنند، دو تا خواهر را، یک خواهر را پدر ازدواج بکنه، خواهر دوم را پسر ازدواج بکنه. از نظر شرعی در این زمینه هیچ گونه اشکال و ممانعتی وجود ندارد است. آیا زن ناخنش یک کم بلند باشه گناه نمازش صحیح نیست؟ نه، گناه نیست، خصوصا اگر به قول معروف یک کم مثلا بلند باشه گناه نیست. کوتاه کردن ناخن جز سنت های فطری هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم ترغیب کردن. اما اگر دختری مثلا ناخن نگه داشت، ناخنش بلند بود، از نظر شرعی گناهی را مرتکب نشده و وضو و نمازش از نظر شرعی جایز هست. آیا سرلوچ وضو می شود؟ بله، چرا نشود؟ در ابتدای برنامه توضیح دادم که به اصطلاح برای وضو گرفتن، برای قرآن خواندن، برای آشپزی کردن، برای غذا خوردن، سر سفره نشستن، برای قضای حاجت، برای هیچ کدام از اینها لازم نیست که سر پوشیده باشد. برای هیچ کدام از اینا لازم نیست که سر پوشیده باشد. اصلا سرلوچ که هیچی، اصلا به قول معروف همون بدن لوچ هم که باشه، یعنی بدن کسی برهنه باشه، لباس نپوشیده باشه، چه مرد چه زنش، به طور مثال رفته در حمام نیاز به وضو پیدا کرده، لباس هم بر تنش نیست، به همون صورت وضو بگیرد، وضویش از نظر شرعی کاملا درسته و اشکالی ندارد. اگر به دست و پاهایمان روغن بزنیم بعد بخواهیم وضو بگیریم، وضوی ما صحیح است؟ بله، اشکالی ندارد. اگر کسی روغن زده به دست و پایش یا کریمی را مثلا استفاده کرده، کرم مرطوب کننده، آبرسانی را استفاده کرده، وازلین استفاده کرده و بعد از آن وضو بگیرد، از نظر شرعی اشکالی ندارد، وضویش کاملا صحیح است. مگر در مواردی که این به اصطلاح کریمی یا موادی که استفاده کردید یک جرم خارجی داشته باشه، یک جرم خارجی و قابل رؤیت داشته باشه، در اون صورت این مانع صحت وضو هست. اما صرفا این که مثلا دست شما چرب هست، مثلا وازلین استفاده کردی، کریم استفاده کردی، روغن زدید به دست و پا یا بدن خودتان، این مانع صحت وضو یا غسل نمی شود. آیا فرزند بزرگ خانواده باید قضای نماز و روزه پدر و مادر فوت شده را باید بدهد؟ در مورد روزه‌ای که قضا شده، درباره روزه‌ای که قضا شده، روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحیح بخاری و مسلم از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که ایشان فرمودند من مات و علیه صیام صام عنه ولیه. اگر کسی وفات بکند و برگردنش روزه‌ای باشد، ولیش میتواند به جایش روزه بگیرد. ولیش میتواند به جایش روزه بگیرد. این مسئولیت و وظیفه فرزند بزرگ خانواده نیست.
وظیفه شرعی فرزند بزرگ خانواده نیست که واجب باشه که حتما فرزند بزرگ و فرزند ارشد این کار را انجام بدهد. هر کسی از افراد خانواده این روزه را بگیرد، یک نفر گرفت هم درسته، چند نفر تقسیمش کردن هم از نظر شرعی اشکالی نداره و درست هست، جایز هست که روزه به جای روزه قضایی به اصطلاح میت را بگیرند. چه یک نفر باشه، نفر اول خانواده باشه، پسر اول باشه، پسر آخر باشه، دختر باشه، به اصطلاح مادرشون بخواد مثلا این کار رو انجام بده، پدرشون که فوت کرده، از نظر شرعی هیچ گونه تفاوتی نداره. برگردن پسر بزرگ واجب نیست که حتما قضای روزه پدرش را، در واقع یا پدر و مادرش را ادا بکند. منتها یک قضیه رو در اینجا باید مد نظرتون باشه، فقط در صورتی روزه میت قضا دارد که روزه را عمدن ترک نکرده باشد. روزه را عمدن ترک نکرده باشد. اگر یک فردی فرض بکنیم که اصلا تارک الصلات و تارک الصوم بوده، اصلا اهل نماز و روزه نبوده، بعد از این که فوت کرد قضای نماز و روزهش به هیچ عنوان بر فرزندانش لازم نیست. روزه ای که عمدی ترک شده قضایش بر فرزندان هم در واقع لازم نیست. این صورت اول. شرط دومش این است که این بیماری که بیمار بوده و به خاطر عذر نتوانسته روزه بگیرد، ماه رمضان بوده مثلا مریض بوده نمیتوانسته روزه بگیرد، در صورتی قضای روزه اش واجب هست که بعد از رمضان صحیح و سالم شده باشد، بهبودی یافته باشد، توانایی روزه را دوباره داشته باشد، اما روزه نگیرد. با این که دوباره الله شفایش داده، فرصت بوده برای قضای روزه، اما باز هم قضایش را نگرفته و بعد از آن اگر فوت کرد، در این صورت بر فرزندان جایز هست، برای فرزندان یا فرزندان می توانند که به جای اون میت روزهش را قضا بیاورند. اما اگر یک فردی به طور مثال در رمضان بیمار شده بود و همین بیماری متصل بود، مستمر بود، از جا بلند نشده بود که در همون بیماری بعد از رمضان وفات کرد، به اتفاق علما در این صورت هم قضای روزش لازم نیست، زیرا که اساسا روزه بر اون واجب نبوده، زیرا که بیمار هست، به خاطر بیماری روزه بر اون واجب نبوده و بعد از آن هم فرصت نکرده برای قضایش، فرصتی برای قضایش نبوده، در این صورت واجب نیست. اما اگر یک فردی بیمار بوده باشد و دوباره بهبودی یافته باشد، شفا یافته باشد و فرصت هم داشته باشد برای قضای روزهش، اما باز هم قضا نیاورده باشد، در این صورت فرزندانش می توانند که به جایش روزه بگیرند. اما در مورد قضای روزه فرد میت هیچ گونه روایتی نداریم، لازم نیست. چیزی در این زمینه وارد نشده که اگر کسی وفات کرد و نماز نخوانده بود فرزندانش در واقع به جایش نماز بخوانند. نه، همین که برایش دعا بکنند همین مقدار در واقع کفایت میکند. آیا گربه نجس است؟ نه، گربه نجس نیست. اگر گربه در خانه شما هست، گربه نگهداری کردید، نگهداری گربه از نظر شرعی اشکالی نداره، جایز هست. شما می توانید گربه نگهداری بکنید در منزل خودتون، نجس نیست. اگر در خانه شما رفت و آمد داشته باشه، به اصطلاح مویش مثلا به طور مثال بر روی فرش و لباس شما، حتی بر روی جانماز شما افتاده باشه، از نظر شرعی نمازتون کاملا صحیح هست، هیچ گونه اشکالی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اینها من الطوافین علیکم الطوافات. این گربه که حیوان به اصطلاح حیوانی هست که رفت و آمد داره در منزل شما، یعنی در اونجا زندگی میکنه، رفت و آمد داره و هیچ گونه اشکالی نداره و نجس هم نیست. آیا امکانش هست که دو برادر با دو خواهر ازدواج کنند؟ بله، هیچ گونه اشکالی نداره، جایز هست. اصلا دو برادر نه، 5 برادر با 5 خواهر ازدواج بکنند. یعنی به اصطلاح دو برادر از یک خانواده با دو خواهر از یک خانواده دیگر ازدواج بکنند، با 3 خواهر مثلا 3 برادر باشند، یعنی اینکه 2 تا برادر 3 تا برادر با هم با جناق باشند، از نظر شرعی هیچ اشکالی وجود نداره و کاملا جایز هست.
دعا درست کردن برای محبت بین زن و شوهر حرام هست؟ بله، دعایی که برای ایجاد محبت باشد یا برای این که دو نفر را از همدیگر جدا بکنند، هر دوتایش حرام هست. هر دوتایش از نظر شرعی حرام هست و این دعا نیست، این در واقع سحر و جادو هست. دعایی که دو نفر رو با همدیگر به اصطلاح دوست بکنند و همدیگر رو دوست داشته باشند یا دو نفر از همدیگر جدا بکنند، چون این دعایی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه نشده و این معمولا یک کار شیطانی هست و بر اساس به اصطلاح سحر و جادو انجام میگیرد. آخر الزمان مهدی ظهور می کند یا عیسی مسیح؟ هر دو تا ظهور می کنند، هم مهدی ظهور می کند و هم عیسی مسیح علیه السلام از آسمان نزول می کند. یعنی عیسی علیه السلام زنده هست، در آسمان هاست و در زمان مهدی در آخر الزمان نزدیک قیامت که مهدی ظهور می کند، عیسی مسیح علیه السلام هم از آسمان نازل می شود. در مورد مهدی که من مفصلا صحبت کردم که مهدی یکی از علامت های قیامت هست و در نزدیکی قیامت در واقع ظهور می کند. یک 7-8 سالی هم در دنیا می ماند بعد از ظهور، یعنی حکمرانی می کند 7-8 سال و بعد از آن در واقع وفات می کند. در برنامه جلوه های از جهان آخرت که در حال پخش در صفحات اجتماعی ما گذاشته میشه، به این مطلب من کاملا مفصل پرداختم. انشاءالله در روزهای آتی پست میشه. آیا فکر کردن به زنا گناه دارد؟ ببینید، یک سری افکار و تخیلاتی که در ذهن انسان می آیند که به اصطلاح غیر ارادی هستند، این غیر ارادی هست، خصوصا در این زمان که در و دیوار مثلا تحریک کننده هستند. انسان بیرون برز در خیابان یا حتی در گوشی تلفنش این طرف و آن طرف، یعنی صحنه های تحریک کننده ای را به اصطلاح خواه ناخواه مثلا میبیند و یک سری افکاری خواه ناخواه ناخواسته در ذهن انسان می آید. اینا به اتفاق گناه نیست، به اتفاق اینا گناه نیست، زیرا که اساساً به اراده به اصطلاح انسان هم نیست. شاید هم که یک مقدار شاید مثلا طرف با اونا مثلا احساس لذت هم بکند و به آن بپردازد. این از نظر شرعی چیزی که غیر ارادی هست و ناخواسته هست نمیتونه اون را دفع بکنه، به اتفاق علما این هم گناهی نداره، زیرا که الله متعال میفرماد لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله متعال هیچ کسی را مکلف نکرده مگر به اندازه وسع و توان خودش و این که افکار ناخواسته را ما از خودمان دور بکنیم که فکری به ذهن ما نیاید، این در واقع یک کار به اصطلاح غیر قابل به اصطلاح از توانایی ما و از امکانات و استعداد ما خارج هست. فکر هست، در هر صورت فکر به ذهن انسان در واقع میرسد و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که در صحیح بخاری و مسلم هست فرمودند که ان الله تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها. الله متعال از اون چیزی که در دل امت من میگذرد و به اصطلاح با خودشون تخیل میکنند و در خیال و ذهنشان میآید، این رو الله متعال به هیچ عنوان انسان را به اصطلاح مؤاخذه نمیکند، زیرا که یک کار قلبی هست و به اصطلاح در دلش آمده و نمیشود که این رو در واقع دفع کرد. پس بنابراین افکار و تخیلاتی که ناخواسته می آیند و احیانا انسان هم با اونا همراه می شود، این از نظر شرعی گناهی شمرده نمی شود که برای انسان گناه در واقع حساب نمی شود. اما تخیلاتی که به اصطلاح ارادی هست، یک فردی به طور مثال یک زنی را، ناموس کسی دیگر رو مثلا در ذهنش تصور میکند، دیده و همیشه مثلا کاملا رفته تو نخش و همش مثلا به اصطلاح تصورات مثلا جنسی با یک فرد مشخصی رو در ذهن خودش دارد و این هم ارادی هست، نه اینکه مثلا غیر ارادی باشه، یک باره به فکرش نمیاد، خودش این رو زیاد مثلا در ذهنش اینو پرورش میدهد و این فکر خودش به اصطلاح جذب میکند. این رو بسیاری از علما گفتند که این مورد جز مواردی هست که از نظر شرعی حرام هست
و زیرا که این تصور گناه در واقع یک زمینه سازی برای گناهان در واقع شمرده می شود. البته بعضی از علما مانند علامه سیوطی اگر اشتباه نکنن نظرشون بر این است که تا زمانی که انسان به اصطلاح عمل نکرده باشه، تبدیل به گفتار یا کردار نشده باشه، این مورد رو هم ایشون نظرشون بر این است که گناه شمرده نمی شود. و واقعیت این است که یک نوع کراهتی در این وجود دارد. اگر حرام هم نباشد به اصطلاح جایز و حلال کامل هم نیست، بلکه مکروه است. زیرا که بنابر این دلیل که عرض کردم که خود این تصور گناه عمدی و همیشه پروراندنش در ذهن و این که راهکار انسان به خودش بده که فلان کار میکنم، از فلانجا شروع میکنم، فلانجا ختم میشود و برای این که به این کار برسم فلان و فلان مثلا اقدام رو انجام میدهم، این گونه مسائل اینها زمینه ساز خود این گناه میشوند. کسی که خیلی گناه رو تصور میکند، زنا رو تصور میکند، راه رسیدن به آن رو پیش خودش مثلا بازسازی میکند، خب همین به محض این که یک زمینه کوتاهی برایش پیش بیاید میبینیم که خیلی زود در واقع دچار گناه میشود، یا به خاطر سد ذریعه، به خاطر این که به اصطلاح جلوگیری از فساد بشه، زمینه سازی نشه برای چی؟ برای این به اصطلاح گناه از نظر شرعی، این در واقع کراهت داره. یا بس یا هم امکان داره که این تصور، خصوصا وقتی که انسان ازدواج کرده باشه، همیشه دیگران رو تصور بکنه، سبب نارضایتی از رابطه زناشویی زن و شوهر در واقع می شود. چه بسا که منجر بشود که رابطهشون به اندازه‌ای سرد بشود که نتونن همدیگر رو تحمل بکنن، سبب بشه که از همدیگر کاملا جدا بشوند. و خصوصا وقتی که این تخیلات جنسی همراه با به طور مثال مثلا دیدن صحنه‌های نامناسب باشه، دیدن فیلم‌های جنسی باشه که خود اون یک گناه دیگر هست، همراه باشه به طور مثال با چت کردن با نامحرم و حرفای به اصطلاح جنسی زدن که اون خودش یک گناه دیگر هست. وقتی که همراه با این موارد باشه قطعا در واقع یک نوع کراهتی داره. خود تخیل جنسی هم در این صورت خالی از کراهت نیست. برای فرزند دوقلو آیا می شود که یک گوسفند عقیقه کرد؟ نه، از نظر شرعی برای هر بچه یک عقیقه باید بشود. برای هر فرزندی که الله متعال داده، الله وقتی که فرزند در واقع دوقلو هست یعنی اینکه دو نعمت رو الله متعال به شما داده و هر گوسفندی شکرانه یک نعمت هست و برای هر فرزند شما اگر توانایی دارید یک گوسفندی رو در واقع باید قربانی بکنید. آیا تغییر نام گناه است؟ تغییر نام چندین حالت داره. اگر نام یک کسی بد باشه، معنی بدی داشته باشه، بخواد که این نام رو عوض بکنه، یک اسم خوبی بگذاره، این مستحب هست. پیامبر هم این کار رو انجام میدادن. یعنی اگر کسی از صحابه نامش بد بود، معنی بدی داشت، اونو تغییر میدادن، نام به اصطلاح بهتری میگذاشتن. و حتی اگر مثلا یک فردی میخواد نامش خوبه، معنی بدی هم نداره، صرفا دوست داره نامش رو عوض بکنه، باز هم در این صورت ممنوعیتی وجود نداره، جایز هست. اما اگر فرض کنیم یک فردی نام خوبی داره، معنیش خوب هست، میخواد که این نام خوب رو عوض بکنه به یک نام بدی، به طور مثال به یک نام شرکی به طور مثال عوضش بکنه، یک نامی که معنی کفرآمیزی داره، این در این صورت حرام هست. و بعضی تصور میکنند اگر انسان نامش رو عوض بکنه سرنوشتش عوض میشه، نمیدونم عباداتی که قبلا انجام داده با اون نام اونا از بین میره. نه، اینا همشون تصورات خطایی هست و هیچ تأثیری نداره. اگر کسی نام خودش رو عوض کرد، عرض کردم که نام خوبی رو انتخاب بکنه، از نظر شرعی جایز هست. اگر نامش معنی بدی داره، معنی شرک‌آمیزی داره، بلکه مستحب و بهترم این هست که نامش رو عوض بکنه. هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. آیا زنی که باردار باشد طلاقش میافتد؟ بله، به اتفاق علما کسی که زنی که باردار باشد اگر شوهرش اون رو در حالت بارداری طلاق بدهد، به اتفاق علما طلاق واقع می شود. اگر طلاق اول یا طلاق دوم باشد این طلاق رجعی حساب می شود و شوهر حق رجوع دارد و
عدت زنی که در حالت به اصطلاح باردار هست عدتش همون وضع حمل هست. به طور مثال اگر شوهری زنش را که طلاق داد که به اصطلاح باردار هست، تا زمانی که این زن به اصطلاح وضع حمل نکرده، این شوهر حق رجوع دارد در طلاق اول و طلاق دوم، زیرا که الله متعال در سوره طلاق در مورد به اصطلاح عده زنانی که باردار هستند الله متعال میفرماد و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. زنانی که باردار هستند در صورتی که طلاق داده بشوند یا در صورتی که به اصطلاح شوهرشون وفات کرده باشه، عدهشان این است که وضع حمل بکنند. بعد از این که وضع حمل کردن، در واقع اون طلاق تبدیل به طلاق باین می شود. خب دوستان عزیز و ارجمند، به همین مقدار کفایت میکنیم و تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر شما عزیزان را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.